شیرین پشت ویترین مغازه کفش فروشی ایستاده بود. قیمت‌ها رو می‌خوند و با پولی که جمع کرده بود مقایسه می‌کرد تا چشمش به اون کفش نارنجی که یک گل بزرگ نارنجی هم روش بود افتاد. بعد از اون دیگه کفشا رو نگاه نمی‌کرد. قیمتش 100 تومن از پولی که اون داشت بیشتر بود. اون شب سر سفره شام به پدرش گفت که میخواد کفش بخره و 100 تومن کم داره. بعد از شام پدرش 2 اسکناس 50 تومنی بهش داد و گفت فردا برو بخرش. شیرین تا صبح خواب کفش نارنجی رو میدید که با یه دامن نارنجی پوشیده بود و میرقصید. اون زیباترین دختر دنیا شده بود. فردا بعد مدرسه با مادرش به مغازه کفش فروشی رفت. مادر تا کفش نارنجی رو دید، اخماشو تو هم کشید و گفت دخترم تو دیگه بزرگ شدی، برای تو زشته. با اجبار براش یه جفت کفش قهوه‌ای خرید. اون شب شیرین خواب دید همون کفش نارنجی رو پوشیده با یه دامن بلند مشکی. هر چقدر که دامنشو بالا نگه می‌داره کفشش معلوم نمی‌شدن. 6 سال بعد وقتی که 18 سالش بود با نامزدش به خرید رفته بودن. کفش نارنجی زیبایی با پاشنه بلند پشت ویترین یه مغازه بود. دل شیرینم رفت. به مهرداد گفت چه کفش قشنگی، اینو بخریم. مهرداد خنده‌ای کرد و گفت خیلی رنگش جلفه. برای یه خانم متأهل زشته. فقط لبهای شیرین خندید. 2 سال بعد پسرش به دنیا آمد. 27 سال به سرعت گذشت. دیگه زمونه عوض شده بود و پوشیدن کفش نارنجی نه جلف بود و نه زشت. یه روز که با مهرداد در حال قدم زدن بودن برای 1000مین بار کفش نارنجی اسپورت زیبایی پشت ویترین مغازه دل شیرین رو برد. به مهرداد گفت بریم این کفش نارنجی رو بپوشم ببینیم تو پام چجوریه. مهرداد اخمی کرد و گفت با این کفش روت میشه بری خونه مادرزن پسرمون. این بار حتی لبای شیرینم نتونست بخنده. 20 سال دیگه هم گذشت. شیرین تو تمامی جشن تولدهای نوش که دختری زیبا شبیه به خودش بود به علاوه کادو یک کفش نارنجی هم می‌خرید. این رو تموم فامیل می‌دونستن. هر کسی هم که علتشو می‌پرسید شیرین می‌خندید و می‌گفت کفش نارنجی شانس میاره. اون شب تو شب تولد 23 سالگی نوش در بین کادوها یک کفش نارنجی دیگه هم بود. پسرش در حالی که کفش‌ها را جلوی پای شیرین گذاشت گفت مامان برات کفش نارنجی خریدم. همونی که شانس میاره. بالاخره شیرین تو سن 70 سالگی کفش نارنجی پوشید. دلش میخواست بخنده. اما گریه امونش نمیداد. تو یک آن به سن 12 سالگیش برگشت. پشت ویترین مغازه ایستاد و 58 سال جوون شد. شیرین اون شب خواب دید که جوون شده، که کفشای نارنجیشو پوشیده و تو عروسی نوش میرقصه. وقتی از خواب بیدار شد و کفشای نارنجی رو روی میز کنار تخت دید با خودش گفت امروز برای خودم یه دامن نارنجی هم میخرم. عزیزای من، همین امروز کفش‌های نارنجی زندگیتون رو بخرید. تا 70 سالگی صبر نکنید. این زندگی مال شماست.